سلام. بازسازی سومین موستانگ 69 در مجموعه میراکل گاراژ به پایان رسید. خب این ماشین همونطوری که میدونید میخوام بیشتر براتون توضیح بدم راجبش که کیت فستبک روش اومده و زیربندی هیس و علاوه فورلینک عقب و راکمپینیون و موتور گیربکس استاندارد خود این ماشین اوورهال شده و الان داخلش نصب شده. ممنونم از تمامی دوستانی که زحمت کشیدن برای این ماشین تا به اینجا رسیده. Hey yo bro, salam alaikum, rahmatullah barakatuh. Ramadan Kareem bro.